تمرین شماره 34 آخرین تمرین کتاب هنرستان هست. والس صبح هست در کتاب چاپ قدیم صفحه 38 هست، اثر خود استاد خالقی. ریتممون 3 ضربی هست، اینکه سرکلیدمون 30 بمول هست و عرضم خدمتتون که با سرعت پایین میزنیم. خط اول و دومش رو تو این ویدیو تقدیم حضورتون میکنم. بعد که تو دستتون جا افتاد، تو ذهنتون جا افتاد، ذره ذره سرعت رو بریم بالاتر. به خاطر اینکه حجم ویدیو زیاد نشه تکراراشو نمیزنم، ولی حتما تو خونه تکرار رو بزنید. با آرشه چپ شروع میشه، از شماره 3 میشه 1 2 3 2 3. حواسمون باشه که استاکاتو رو قشنگ بزنیم، یعنی دوتاشو با آرشه چپ بزنیم. 1 2 3 1 2 3 استاکاتو 1 2 3. اینجا باید وارد پوزیشن بشیم چون بالای سی برامون تریل گشته و اینکه پوزیشن انگشت اول گشتیم انگشت دوم بهش بچسبه. 1 2 میتونیم خارجیم. سو 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 هم سکوت. و اینکه بالای ر زیر ر برامون 3 گذاشته میشه پوزیشن 4. انگشت اولمون سی بمول، انگشت دوم 2 فاصله داره و ر هم با فاصله. ر 2 اینجا دیز میاد جلو، انگشت دوم به سوم میچسبه 2 میره. پوزیشن 4 تموم میره عقب. دو سی لا. پوزیشن سوم 2 سی لا. پوزیشن تموم. پوزیشن اول 2 3 1 2. از لا به این پوزیشن ر 2 سی لا سی لا سول 1 2 3 سکوت. 1 2 سی به کار، سی بمون 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 دوبل 1 2 3 1 2 3 ادامهش 1 2 3. استاکاتو اولی 2 3. دو سه فالا سول سی. میریم تو پوزیشن سول، انگشت 4 رو سی بالایی 1 سول فا 2 3 می کنارش 2 3 1 2 3 2. انگشت اولی که میره عقب‌تر 1 2 3 ر می فا سول لا سی 2 سول لا سی لا فا دوباره 3 1 3 1 2 3 1 3 2 میره عقب‌تر 1 2 3 1 2 3 سول فا روتزینن سول فا می 2 دیز دوباره بره جلو 1 2 3 1 2 3. پوزیشن تموم 2 3 1 2 3 2 3. پوزیشن تموم 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. 2 رو 2 گذاشته، انگشت اول میشه سی. پوزیشن 4 دو ر می بمول به انگشت سوم بچسبه. دو ر می ره دو ر سی 3. پوزیشن تموم. میره عقب‌تر. پوزیشن 4 تموم. پوزیشن سوم وارد میشیم. سی دو ر دو سی دو لا دو سه سی ر دو سی لا سول بالایی سول لا دو سی لا. پوزیشن تموم. سول می دوباره وارد پوزیشن میشیم. سول لا سی. من میخوام سی دو ر دو سی لا سول بالا سول لا دو سی لا سول فا می ره دو ر می ره. ر رو 2 گذاشته بالاش، یعنی پوزیشن 5. ر فا می لا همون حالت 4 صفر که میگرفتیم رو سیم بالایی میگیریم. پس میشه ر انگشت دوم فا می به هم بچسبن،
انگشت سوم رو سیم بالا، یعنی همین می پایین میشه 4 0. لا دو می ره 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 ره. پوزیشن سوم لا ره سکوت لا ره. و اینکه دوبل ره و ره با هم، یه دونه ره انگشت اول، یه دونه ره انگشت چهارم با هم دیگه آرشه رو روی جفتش میکشه. پس حواستون به پوزیشن‌های اول، سوم، پنجم که تغییر میکنه باشه. میریم خط دومش. خط دومش هم نوتای راحت دوبل داره. 1 2 3 نوت دوبل لا با فا. 1 2 3 1 2 3. حالا می و لا. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. پوزیشن سول لا سی بمول. حواستون باشه سوم به دوم میچسبه. سول لا سی دو ره فا 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 دوبل لا فا. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 فا می سول فا می ره دو دیез می صفر گذاشته. می سول فا می ره می فا می ره سی می ره می فا می ره سی. سی رو میتونیم بیاریم بیرون یا اینکه خودش گذاشته بریم بالا سه رو بزنیم بعد لا از پوزیشن در بیاریم. یعنی بزنیم می ره می فا می ره سی یا بزنیم می ره می فا می ره سی. جفتش رو تمرین کنیم. لا ره دو ره دو سی لا سول فا سول لا سی. اینجا بکار میشه، حواستون به بکارش باشه. نوت دوبل دو با سول، دو انگشت دوم، اینم سول با هم دیگه آرشه رو میکشیم. دو رو سیم لا تک بزنیم ببینید جفتش آزاد صدا میده، بعد رو جفتش بکشیم. رفا می می فا ره رفا می. پوزیشن تموم. لا فا با هم 1 2 3 1 2 3 1 3. پوزیشن رو سیم چهارم انگشت چهارم 1 2 3 1 2 3 1 2 3 دو دیез دو 3 ره می فا سول لا سی دو سول لا سی 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 می فا سول فا می دو دیез 1 2 3 بعد فولا دوبل سول سی دوره دوره می فا سول فا دو با هم سه می بمول سی و فا با هم 1 2 3 فا و لا با هم لا سی لا سول فا می دو لا سی لا سول فا می دو. پوزیشن ره می فا می ره تموم. سی دو می ره دو سی لا سول فا می ره دو دیез انگشت اول ره بهش میچسبه. معذرت میخوام فا ره می فا می. پوزیشن تموم. دو ره دوبل ره و ره دو سه دوبل می با دو دیез دوبل ره با فا دوبل می با دو دیез ره و فا با هم و آخرش هم تکی یه دونه ره و فا با هم می‌زنیم. اگر که سوالی ایرادی بود حتما با شما تلفن اول ویدیو یا موبایل خودم 912 218 60 97 تماس بگیریم. با کمال میل و افتخار در خدمت شما خواهم بود.